وای چه اینجا مگه نارنجی نه؟ این همبرایی که میگیری بریم داخل یکم خرید. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به ولاگ جدیدی از ما. هوا خوبه، با خانواده و بچه ها بریم بیرون ببینیم چی میشه. با ما همراه باشید. بریم داخل یکم خرید کنیم، همبرگر بگیریم. آقا شهرها همبرگرات همیشه بیا از اینجا بگی، خب که مارک حلال رویش داشته باشه. چیه؟ خوبه. چی خوبه؟ مارک حلال روشه، چرا میگی نیست؟ این همبرایی که میگیری این مارک روشه، مخصوصا آقا شهران خواستی بگیری همیشه به این مارک توجه کن برادر. و خیار شورای 1 فروشگاه اورینتا که تمام محصولاتش مارک حلال روشه. یه دونم از این زکالا بگیریم. Thank you. اینو از هندوانه یه هندوانه رو گرفتیم. ما خریدامونو کردیم دیگه و خیر یه سری همبرگر رو که هر چیزی که باهاش لازمه رو گرفتیم. حالا میرم دنبال مامانینا که بعد بریم سمت المنس.
بک افراد متفرقه ممنون. موتور ممنوع، ولی باز میارن اینجا اینا. اینجا اینم که نمیدونم برای کی هست، اینا میخوای همه رو ببره. ما رسیدیم مقصدمان، حالا بریم بشینیم. امروز هم اینجا شلوغه، اینجا که همیشه شلوغه، امروز هم هست. می‌بینیم اینجا خوبه، زمینش که صافه، بعد بچه های کوچیک تونه راه بره، قشنگ میشه بازی کرد. جای کباب کردن داره، جای والیبال داره. ماهان السلام علیکم. یا علی بگو یا بدو. سلام علیکم. سلام. مجازات بازی کردیم دیگه. ما بستنی رو باختم، حالا باید بستنی میخوریم جایی که چنگ زده دیگه. خیلی بد بود. Är det såna skåpar bara eller? چی میخواد؟ اینجا مگه نارنجی نه؟ چرا؟ این اگه منگوه پا ما هم دوتا دست کنه ببین خودشه یا نه. آقا رضا اشتباهی بوده. من منگو گفتم و الان من ترش دوستم. شیرین بودم شیرین بستنی ها رو زدن به جان ما دیگه. خواه خیر است. دیجی بود حواست باشه. من به راحتی نمیگیرم آقا رضا. گرفت. زغال رو برپا کنیم و آره دیگه اومدیم بیرون که روز تعطیلیه، یکم با هم باشیم. جوجوها رو نگاه کن آقا. ما سلام کن جوجو. چقدر جوجو زیاده اینجا. جوجو کو بابایی؟ جوجو کو؟
اینجا اردک هست. مان وقت اردک ها رو میبینیم. اینم فکر میکنم لنگه. نگاه اینم که دریاچه یکم باد میوزه دیگه. نمای اطراف اونجا جای والیباله، اینجا هم که جای کباب کردن گذاشتم برای هر کسی که آمد. اینجا خوبه که یه سطل آشغال گذاشته. بعد اینجا که خوبیش یه چیزی هسته، آب و دیگه توالت اینا همه چی داره. بعد جای برای کباب کردن هم زیاده. بعد اینجا هم که ببینید صافه، راحت میتونه بازی کنه اینا. ما امروز گوشت نگرفتیم، فقط همبرگر گرفتیم که همبرگر میزنیم. این آقا ما سلام کن. نگیرنده خدا. این لحظه همون وقتی اومدیم لنگ بود. آره دیره معلوم نیست چیکار کرده خدا. نان نداریم. همبرگر خوبه که راحته، 5 دقیقه آماده میشه. یه باد بزنم بگوشید نشین جدا باسه. اینا دیگه مرغ هستن. اولیه گوشت بود، چربیشون زیاد بود. اینا دیگه چقدر کوچولو کوچولو اینا. میده این کباب میده. حرکت میکنه یا نه؟ نه الان حرکت میکنه. تو خودت داخله؟ برو اونوری برو. آه اینجا آره واقعا چیزی رو خیلی تلاش کم کرده. سلام تو اینجا گرفته. خیلی باحال بود. تست نکردم. این برای چیز خوبه دیگه، اینجوری بذاری بری توی مغازه دوباره بیای در بیای اون. آقا منچ بازی میکنیم، یک بزنیه. نگاه یک زدن یه نامردا یک میزنه که اصلا رحم نمیکنه. بزن نوبت خودت آقای زدن. وای چه اشتباهی کردم، خیلی اشتباه کردم اینجا. مثلا فکر می‌کردم 3 ولی 2 بود. الان پشت سر من زرده است، اگه منو بزنه خانه رو تا اینجا به فنا دادم. خیلی زدن. خب یا خدا فقط 2 بهش نده که نداد.
چه من یک تا دوباره نگاه وای محیا 6 آورد 5 نیار 4 آورد نه خوابانیه 4 خدا رو شکر خطر رفت شد. الان این منم یه دونه 3 بیارم 1 2 3 اون آخرش چی میشه؟ خب وایسا بره نه برو آقا ماهان با دوچرخه جدیدش برو نه دوربینم برای چی نه؟ ماهان دوستان عزیز ساعت دیگه الان 8 ما داریم میریم خونه و خیلی هنوز هستن و تازه اومدن. ببین چه طبیعت قشنگی. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه خداحافظ.